салому алейкум бор дигар ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон, ба мардуми муҳоҷир. Ман имрӯз ба посолство алоқа баромадам. Мара фарёд карданд, рафтам, мақсад қазияи худ баён кардам. Онҳо барои ман гуфтанд ки мақсад барои кӣ шикоят кардӣ? Ман гуфтам ба маркази тоҷико, ба канали Уфуқ ТВ. Онҳо гуфтанд خب چی میخواهی؟ من گفتم اعتراض خودم مقصد حق حقوق خودم دفاع کردن برای ریش، برای ایشان نورد اینجا منبر برآمدن، برای محمود آدینه‌یف آزادی میخواهم. آنها برای من گفتن که مقصد محمود آدینه‌یف مقصد جنایتکار یک چند آدم مقصد فریب کرد دیگه. من گفتم من هیچ چیز نمیدانم که اون مرد گفتم وقتی حق خود و حق فرزند خود دفاع کردن، من گفتم تا آخر در پشتی اون مرد هست. خوب آنها گفتن، من گفتم چند بار مقصد ویدیو میکنم میپرتام، هیچ توجهی نیست، هیچ نوگیری نیست از طرف حکومت. آنها گفتن اینها از ما نیستن، کانال شرکت مرکز توجیکو کو. خوب گفتم من این چیز ما خودم فهمیدم، گفتم که شما نیستن. برای چی گفتم مقصد در داخل کشور همین چنین مقصد کانال ها نیستن، یا که پاسپورت شما مقصد می کانال ها رو مقصد نمیبرید. مردم تو شکایت خود تو در رنج خود بیان کند، در حق خود دفاع کند. خوب آنها مرا اسلامی ای گفتن رو من گفتم مقصد دوباره که تاجیکستان میرم مرا برای ریش مقصد غم میتین خیلی اسلام سنت ای. خوب اگر خیلی گفتم من دیوانه باشم، گفتم با چیز پروکراتوری حربی مقصد مراجعت کرد سوریه میچی مقصد جواب نمیبیاد. تیم خانم باید من اجازه داده نشم. آنها گفتن که دیوانه باشی هر کاری کنی مقصد باید اجازه داده نمیشی. من گفتم اولا من گفتم مقصد پروتف دولت نبرآمدیم و یگان چیز پروتف پلیتیک نگفتیم. من فقط مردم گفتم که حق حقوق خود دفاع کنید. خوب آنها برای گیده 2 ساعت 3 ساعت نگاه داشتن، خودشون برآمده رفتن. خوب هر وقتی که مقصد من گفتم که میرم، آنها گفتن صبر کن. اخیر آمدن مقصد علاقه داشتن به تاجیکستان، خانواده مرا گفتن. خب من از آنها چند سال شد مقصد جدا هستم. من کوارتیران زندگی میکردم تاجیکستان. خوب اینها مقصد گپ زدن آمدن، فریب و نیرنگ بسیار بود. به این خاطر تلفنمو گرفتن، گفتن که ما باید پروری کنیم رو. من مطمئنم که اگر نواری که پروتف دولت های پروتف حکومت های در تلفن ما جابجا میکنن، من غیر از یاد نواری که دیروز پرتافتگی بودم حمایت از محمود آدینه‌یف، دیگر چیزی ندارم در تلفن. خوب من مطمئنم که اینا مقصد پلان شیسودن که مرا به تاجیکستان فرستانن برای که اما دیجور نمیگو چی میگو در شتگی های و علاقه برم ساده تست کرونا در کارای خوب ریس در کارای رو مقصد من میدانم که برای ما آخر من پرسیدن که تاجیکستان میره، من گفتم من خودم میرم، لیکن آنها مقصد تلفنم گرفتم مرا گفتن که فردا صبح ساعت 9:30 همیشه شب با هم میبینیم ریشه را. من مطمئنم که اینا مقصد فردا مرا به تاجیکستان گسیل میکنن، یک چند نوار در تلفنم میگذارن. خوب خلاص کلام هر چی که میکنن دوامش من توکل به خدا گفتم. مردم یک آخران نقطه را اشاره میکنم. من برآمدم، من اتکاز ندارم، من الحمدلله که من حق خودم دفاع میکنم تا آخر میرم انشالله. لیکن مردم ما یک چیز رو میگم، خستین نخستین دیگه دوخی همه میپرد. من گویم تو دیگه دوخی همه میپرد. همه کدام که همین نرای مردم، من برای شما مقصد خطاب کردم. فردا اعتراض خود نزد پاسپورت جمهوری تاجیکستان گفتن مرحمت روید. من سحر گوید میرم به یگانت کس هم میرم. باقی همه پناه خدا باشید، برادرای اهل اسلام بی‌طرف نباشید.